گوربچه و خروسک. گوربچه و خروسک با هم دوست شدند و به جنگل رفتند. در بیشه آنها برای خودشان خانه ساختند. اکنون دوستان در خانه‌چه زیبایشان زندگی می‌کردند. باری گوربچه به شکار رفتنی شد و با خروسک خیر و خوش کرد و به درونتری بیشه رفت. خروسک باشد در خانه ماند. او اکنون خانه‌بان بود. خروسک روزی دراز در خانه تنها زیق شد و کلش را از تیریزه بیرون کرد و با تمام آواز به سرودخوانی درآمد. از این موقع روباهی گذر می‌کرد. روباه مکار آواز خروسک را شنید و خرسند شد. پاییده پاییده به کلبچه نزدیک شد و آواز بلند کرد. ای خروس جان، السلام علیکم. بیا به سیر و گشت می رویم. خروسک در را گشاد و روباه چنگ زده خروسک بیچاره را قپید و به بغل زد و رو به گریز نهاد. خروسک بیچاره هیچ علاجی نیافته داد و وای میکرد. گربه جان، جوره جان، مرا روباه مکار دزدیده به خانه‌اش برده ایستاده است. گربه جان، جوره جان، یاری ده. آواز خروسک به گوش گربچه رسید و گربچه همان زمان به یاری شتافت. انا دوتاس، انا هنگامه. روباه می گریخت. گربچه از پس او، خروس بیچاره در دادزنی. گربچه به روباه نزدیک شد و با یراقش تهدید نمود. کنی خروسک را آزاد کن، مکاری لعنتی. روباه ترسید و خروسک را آزاد کرد. جوره ها شاد و مسرور به خانه‌شان آمدند و خرسند و خوشنودانه زندگانیشان را ادامه دادند.